یک برادر مسلمان سوال پرسیده که من هر کاری می کنم کارم پیش نمی رود و بد بیاری می آورم. گفته به هر کسی خوبی می کنم بدی می بینم. هر جا که می روم ضرر می کنم. برای این مشکل چه کار باید بکنم؟ همانطور که پیشتر هم گفتیم اسلام برای همه چیز برنامه دارد. اول از همه رابطت را با خدا درست کن. رابطت را با او اصلاح کن. تمام مدیریت و تدبیر امور در دست اوست. يدبر الامر من السماء الى الارض. از آسمان تا زمین همه چیز را مستقیما خودش مدیریت می کند. پس رابطت را با او درست کن. دوم اینکه از تدبیر، عقل و تجربت در زندگی استفاده کن. فکرت را به کار بینداز. خیلی از چیزهایی که ضرر میرسانند کاملا مشخص هستند. انسان ناباب را بشناس، دوست و دشمنت را بشناس. مراقب رفت و آمدهایت باش و هر جایی نرو. بالاخره باید در این مسائل عقلت را به کار بگیری. مورد دیگر این که از خداوند متعال درخواست کن. دعا کن خدایا عقلم را گمراه نکن. خدایا همنشین خوب نصیبم کن. خدایا مرا از بدیها دور نگه دار. خدایا مرا از شر مخلوقاتت حفظ کن. اذکارها را بگو، صلوات را زیاد بگو و مداومت داشته باش. مورد بعدی این است که نیتت را پاک کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند کسی که نیتش پاک باشد روزیش زیاد می شود. در دلت بد نیتی نداشته باش. اینطور نباشد که در حسرت گناهان باشی و بگویی اگر کارم رواج یافت و پولدار شدم آن گناهان را انجام می دهم. نه، اگر نیتت پاک نباشد روزیت زیاد نمی شود و کارت رواج نمی یابد. خودت را از گناهان به خصوص گناهان حساس و سنگین دور نگه دار. گناهانی مثل زنا، مشروبات الکلی، توهین به مردم، آزار و اذیت دیگران، قضاوت ناحق کردن و سخنچینی. گناهان بزرگ اینچنینی زیاد است. خودت را از اینها دور نگه دار. و در آخر کاری نکن که نفرین و دعای بد کسی پشت سرت باشد. نگذار کسی پشت سرت دعای بد کند. آه هیچ کس را نگیر. اگر کدورتی پیش آمد نگذار بیشتر از 3 روز طول بکشد. فوراً برو و آشتی کن. نگذار کسی تو را دعای بد کند. برو و از او بخواه که تو را ببخشد. بگو مقصر من هستم، حتی اگر واقعاً مقصر نیستی. اگر دعای بد کسی پشت سرت نباشد و این کارها را انجام دهی ان شاء الله الله تبارک و تعالی دین و دنیایت را آباد و حیات طیبه، زندگی پاکیزه نصیبت می‌گرداند.